کارمندان ریاست ایالت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت روز 13 ایون تخمینا ساعت 11:30 یک شهروند 21 ساله ازبکستان موقتا ساکن شهر خوجند را از غرق شوی در بحر تاجیک نجات دادند. بنا به اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده با دریافت خبر غرق آب شدن این جوان، دسته زودعمل نوبتدار در ساحل بحر تاجیک خود را به جای حادثه رسانیده و جوان را سر وقت از میان آب به ساحل آوردند و نجات دادند. به جوان یاری اولی طبی رسانیده شد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همچنین خبر داد که نیمه دوم روز 13 ایون شمال سخت بام دو بنا را در دوشنبه کنده به زمین افکنده است. ساعت 15:27 به قسم نوبتدار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خبر دادند که 91 متر مربع بام بنای چهارقبته رقم 13/1 در کوچه فردوسی بر اثر شمال سخت به زمین افتاده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت 5 کارمندش به جای حادثه سفر برگردیده و ساعت 17:50 حالت به عمل آمده از جانب نجات دهندگان برطرف کرده شد. همین طور ساعت 16:45 خبر رسید که باد شدید بالاپوش یک بنای نو آشیانه را کنده و تخمینا در مساحت 270 متر مربع ضرر رسانیده است و یک قسمت بام به زمین زده است. گفته می شود که یک قسم بام بنا به بالای ماشین تمغه خوندای افتاده و ماشین هم قسما ضرر دیده است. نجات دهندگان بعد تخمینا 2 ساعت این حالت را نیز برطرف کردند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه در این دو حادثه کسی آسیب جسمانی ندیده است. این نهاد افزود 2 بامی که بر اثر شمال کنده شدند در آن 2 بنا از جانب ساکنانشان خودسرانه به لایحه ساختمان و به موافقه با ساختارهای دخلدار پایتخت ساخته شده بود.